به نام خدا، عرض سلام و احترام. ابوالباف هستم خدمتتون با یک ویدیوی کوتاه و شاید تاثیرگذار. علت و دلیل اصلی پر کردن این ویدیو هیچ چیزی نمیتونه باشه مگه هوش مصنوعی. بله، این هوش مصنوعی داره روز به روز تو زندگی ما آدما جای خودشو بیشتر باز میکنه و چغولان میده و کم کم ممکنه ابزار قدرت رو هم دست بگیره. احتیاط کنیم و مواظب باشیم. حالا هوش مصنوعی بد خیر به هیچ وجه. میتونه سبب درآمدزایی بشه، میتونه حل مشکل کنه و آگاهی بده. پس علت و دلیل اصلی این ویدیوی بنده فقط یه چیزه، اونم فضای مجازی، که هر کلیپ و هر ویدیویی رو واقعی نپنداریم. در ادامه براتون چند تا ویدیو گذاشتم از هوش مصنوعی، نگاه کنید و نظرتون رو بدید. خدا نگهدار. دست و پام شکست، ولی شکر خدا همین است. شکر خدا، فقط دستم و پام شکست، جانم سر جاشه. آها خیلی بود بکنم. چه کردی؟ سلام زنده باد داماد. اینا رو تازه انرژیم شروع شده. ادامه بده. آخ دستم شکسته. سرباز که گریه نمیکنه. اگه گریه نکنم مرخصی که به من نمیدید. سلام آقا، نان سنگک داری؟ آره. سنگش رو از قیمتش کم کن و نون رو بده. وای چه حرفی زدی. بفرما داغ. بابا پول تو جیبی بهم میدی؟ باشه پسرم، ولی شلوار تو که جیب نداره.